سلام دوستان، به کانال یوتیوب ما خوش اومدین. با ما همراه باشین برای درست کردن ترشی شلغم معروف به آنتی اکسیدان و ضد سرماخوردگی. در ابتدا شلغم رو داخل ظرف شسته، ریشه خود شلغم و برگ‌ها را از شلغم جدا میکنیم. ریشه شلغم رو خشک کرده داخل اولین دسته میریزیم و میکوبیم و با اضافه کردن الگیای نمک، فلفل و زنجبیل آن را به مدت 1 شب داخل ظرف میگذاریم تا تخمیر شود. حالا نوبت شلغم هاست، اون رو پوست کنده و خرد میکنیم و داخل ظرف میریزیم. حالا شلغم های خرد شدنمون رو همراه با برگ‌های شلغم خرد شده، انار دون شده، رب آلوچه به اندازه دلخواه همراه با موادی که از دیشب تخمیر شده رو همراه با نیم لیتر آب با حرارت ملایم میجوشانیم تا مغز پخت شود و در ظرف‌های دلخواهمون میریزیم. بعد 2 روز بمب ضد سرماخوردگی شما آماده میل کردن است. نوش جان.